خیلی من با تو حال میکنم، جدی میگم، خیلی قیافه باحالی داری، یعنی آخر عشق و محبتی. بعد عکس دخترتون تتو زدی رو خودت؟ پسرت ماشاءالله. اینجا چیه؟ واو، یعنی اینقدر به دوستش داری حاضر شدی تتوشو بزنی به دستت، یعنی اینقدر از خودت مطمئنی. خداییش جرأت میخواد، خیلی جرأت میخواد که تتوی صورت خانومتو بزنی اینجا. اگه مثلا یه وقتی نشد یارو حق نداره بره. چون برای اون کارهایی که اون واسه من کرده. دیدی چه حرف قشنگی زد؟ گفت من به حتی اون موقعم که اینو زدم گفتم اگه یه وقت تو رفتی کار نکرد روابطمون، من پشیمون نیستم برای کارهای خوبی که کردی. اینو بهش گفت. خیلی قشنگ گفتم، خیلی قشنگ گفتم. ولی من به شما بگم من اینو قبلا دیدم تو زندگیم و اگه خدایی نکرده وقت کار نکنه اون بره، یکی دیگه میاد میگه من 10 برابر اون به تو خوبی کردم، دیوس. صورت منو کجا بخوای بزنی؟